دنبال فقط به این اندازه خرد میکنیم. دیگه بار میکنیم، دنبال داخلی دیگه میندازیم میده میده دیگه میمونیم. دنبال میتو کم کم آوش و روغنش برای دنبال دیگه بسیار مزه میکنه. همراه گوشت داخلی سرخ کنید گیروز دیگه خیلی مزه‌دار میشه. ایتو روغنش هم میبره. وای وای جیجق جور میشه. جیجقایش باز میخوریم. همونطور نمک هم میندازیم که دنبالش جیجقایش مزه‌دار بیه. دنبال دیگه روغنش برآمد. ایره میکشیم در داخل یک خواب. دنبال کشیدیم گوشت هم میندازیم. بسم الله. برای 5-10 دقیقه سرش را میبندیم که بعد از 10 دقیقه دیگه سرش را بالا کردیم. کم کم آبش هم خوش شده رئیسه. یعنی سیر هم داخلش هم میندازیم. گراره دیگه باز کم میکنیم دیگه باز سرش را میبندیم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز 5 دقیقه الی 50 دقیقه را دمی آبی خودش هم میتون ماندیم. دیگه ها دیگه بخوریم مزه میکنه. این تکسی جوش دوستان عزیز. بسم الله. داریم خونی که این رقم چیزا